23 مارس 2005 در شرکت BP پالایشگاهی در تگزاس تعدادی از واحدها برای تعمیرات اساسی و مدت طولانی از سرویس خارج شدند. این تعمیرات نیاز به حضور 1000 نیروی پیمانکار تعمیرات اساسی به همراه کارکنان شرکت داشت. شرکت BP تعدادی کانکس را برای پیمانکاران و کارکنان تعمیرات نزدیک سایت فرآیندی قرار داده بود. در مدت چند ماه شرکت BP 10 کانکس برای کارکنان شاغل در واحد اولترا کریکر فراهم کرده بود. به علاوه کانکس چوبی بزرگی که 11 دفتر کار در آن قرار داشت. این کانکس ها به طور منظم برای جلسات مختلف استفاده می‌شد. به هر حال این کانکس ها نزدیک واحد ایزومریزاسیون قرار گرفته بودند. ساکنان این کانکس ها نسبت به اینکه در واحد ایزومریزاسیون عملیات ذاتاً خطرناک راه‌اندازی در حال شروع شدن است به اطلاع بودند. در ساعت 2:15 صبح روز 23 مارس در طول شب بهره‌برداران آغاز وارد کردن مایع قابل اشعال رافینیت به برج تقطیر 52 متری که برای جداسازی و تقطیر بنزین استفاده می‌شد کردند. نزدیک به پایین برج تنها یک ابزار برای سنجش میزان سطح مواد درون برج وجود داشت که اطلاعات را هم برای اتاق کنترل تابع و هم برای اتاق کنترل مرکزی ارسال می‌کرد. اما این سنجشگر سطح برای سنجش مقادیر بالاتر از 2.75 متر طراحی نشده بود، در حالی که در شرایط نرمال تنها 2 متر از سطح برج پر می‌شد. اما در زمان راه‌اندازی بهره‌برداران به طور معمول از دستورالعمل‌های مکتوب تخطی می‌کردند و برج را بیشتر از 2.75 متر پر می‌کردند، چرا که این نگرانی وجود داشت که در صورت نوسان سطح و کم شدن آن ممکن بود به کوره خسارت پرهزینه‌ای وارد شود. در ساعت 3:09 صبح سطح مایع به 2.40 متر نزدیک شد و آلارم‌هایی فعال شد و در اتاق کنترل صدای به گوش رسید. اما آلارم دوم تنها کمی بالاتر از آلارم اول بود و فعال نگردید. در حدود 3:30 صبح سنجشگر سطح نشان می‌داد که مایع 2.75 متر از پایین برج را پر کرده و در نتیجه جریان خوراک متوقف گردیده است. CSP پیش بینی کرد که در واقع آن زمان سطح مایع در حدود 4 متر بوده که بهره‌بردار نمی‌توانست سطح واقعی مایع را بداند، چرا که سنجشگر تنها با 2.75 متر را می‌توانست نشان دهد. سرپرست شیفت بهره‌بردار از طریق اتاق کنترل تابع موجود در واحد بر راه‌اندازی نظارت داشت. در ساعت 5 صبح او مختصراً اپراتور شیفت شب اتاق کنترل مرکزی را در جریان فعالیت‌های راه‌اندازی قرار داد. سرپرست شیفت مجتمع را 1 ساعت مانده به پایان شیفت ترک کرد. اپراتور اتاق کنترل شیفت بعد در حدود ساعت 6 صبح به اتاق کنترل رسید تا کارش را در 30مین روزکاری به صورت پشت سر هم در شیفت 12 ساعته شروع کند. او به اپراتور شیفت شب که در حال رفتن بود خیلی کوتاه انتقال اطلاعات را انجام داد و سپس دفتر شیفت را خواند تا برای راه‌اندازی آماده شود. اما دفتر ثبت اطلاعات شیفت به صورت واضح نوشته نشده بود که چقدر هیدروکربن در برج و تجهیزات وجود دارد. همچنین در دفتر هیچ گونه دستورالعملی برای گردش خوراک و محصولات در ادامه راه‌اندازی نوشته نشده بود. به جای آن اپراتور اتاق کنترل تنها یک جمله را پیدا کرد: در واحد ایزومریزاسیون مقداری رافینیت به واحد داده شده است تا برج پر شود. در ساعت 7:15 صبح سرپرست شیفت روزگار به سر کار رسید. به دلیل تأخیر بیش از 1 ساعته به هیچ اطلاعات رسمی از کارکنان شیفت شب در مورد شرایط موجود در واحد ایزومریزاسیون دریافت نکرد. در ساعت 9:51 اپراتورها شروع به ادامه راه‌اندازی کردند. آنها شروع به گردش مجدد سیال خوراک کردند و سیال بیشتری را به برجی که از قبل لبریز شده بود اضافه کردند. با اضافه شدن خوراک تازه، دستورالعمل‌های راه‌اندازی به تنظیم کردن میزان سطح سیال در برج با استفاده از کنترل والو اشاره می‌کردند. اما اپراتور اتاق کنترل و دیگران دستور کارهای متناقضی در مسیر محصول دریافت کرده بودند. در نتیجه این شیر بسیار مهم برای ساعت‌ها بسته مانده بود و جریان خروجی را مسدود کرده بود. دقایقی بعد اپراتورها مشعل‌های کوره را روشن نموده و به عنوان بخشی از عملیات نرمال راه‌اندازی شروع به گرم نمودن خوراک کردند. در حالی که راه‌اندازی در حال انجام بود، سرپرست واحد شرکت را با اطلاع رسانی مختصری پیش از ساعت 11 ترک کرد تا به شرایط اضطراری که برای خانواده‌اش پیش آمده بود رسیدگی کند. برخلاف دستورالعمل‌های شرکت BP، هیچ سوپروایزر با تجربه جایگزین وی نشد و این شرایط اپراتور اتاق کنترل را بدون سرپرست مورد تایید تنها گذاشت تا 3 واحد را کنترل کند، به علاوه واحد ایزومریزاسیون که نیاز به توجه ویژه‌ای در زمان راه‌اندازی داشت. پالایشگاه
جایگاه سازمانی اپراتور دوم را از سال 1999 به منظور کاهش هزینه‌ها حذف کرده بود. با ادامه راه‌اندازی برج به صورت مداوم پر می‌شد و کمی بیشتر از ظهر ارتفاع سطح سیال به حدود 30 متر رسید، یعنی ارتفاعی بیش از 15 برابر حالت عادی. اما کالیبر نبودن سنجشگر سطح اپراتور ارتفاعی را در حدود 2.5 متر نشان می‌داد. علاوه بر این پنل کنترلی به شکلی پیکربندی نشده بود تا به روشنی اپراتورها را نسبت به افزایش خطر هشدار دهد. این سیستم میزان جریان ورودی و خروجی برج را نمایش نمیداد. همچنین مجموع مایع درون برج را محاسبه نمی‌کرد. در همین حال پیمانکاران تعمیرات که در راه‌اندازی واحد ایزومریزاسیون مشارکتی نداشتند در حال ترک کانکس‌های خود بودند تا در مهمانی نهاری به مناسبت 1 ماه بدون حادثه گرفته شده بود شرکت کنند. در ساعت 12:41 در نتیجه بالا رفتن میزان مایع در برج و فشرده شدن گازهای باقی مانده بالای برج آلارمی فعال شد. اپراتورها ناتوان از یک منبع ایجاد فشار را اقدام باز کردن شیر دستی زنجیری کردند تا گازها را به سمت سیستم اطمینان اضطراری تخلیه کنند، سیستمی که بلوداندرام مربوط به ناحیه 1950 منتهی میشد بخارات را مستقیما به اتمسفر تخلیه میکرد. اپراتورها همچنین 2 مشعل کولر را خاموش کردند تا دمای درون برج را کاهش دهد. با این وجود که این عمل موجب کاهش فشار می شود، هیچ کس نمی دانست که برج به صورت خطرناکی پر شده است. اپراتورها که نسبت به عدم وجود جریان خروجی از برج نگران شده بودند شروع به باز کردن شیر خروجی کردند تا مایع پایین برج را به سمت مخازن ارسال کنند. اما این مایع خیلی داغ بود. با جریان یافتن این مایع درون معدل حرارتی دمای مایع ورودی برج ناگهان به 60 درجه سانتیگراد رسید. اکنون ساعت 1 بعد از ظهر است. کارکنان پیمانکاری بیخبر از راه‌اندازی و خطر قریب الوقوع از صرف نهار بازگشته بودند و شروع برگزاری جلسه‌ای در اتاق گوشه کانکس بزرگی که نزدیکترین فاصله را تا بلوداندرام داشت کردند. در دقایق کوتاه بعدی خوراک داغ ورودی به برج موجب شد تا مایع درون برج شروع به جوشیدن کرده و مایع متورم تمامی برج را پر کند و مواد شروع به ریزش مسیر بخارات بالای برج کرد که فشار زیادی را به شیرهای تخلیه استرالی که 45 متر پایین‌تر بودند اعمال کرد. در ساعت 1:14 بعد از ظهر هر 3 شیر استرالی باز شده و حدود 197,000 لیتر مایع اشتعال را به بلوداندرام که در انتهای واحد ایزومریزاسیون قرار داشت فرستادند. سطح مایع در بلوداندرام بالا رفته و به سمت شبکه آبراهای فرآیندی سرریز شد که در اتاق کنترل شروع به هشدار دادن کرد. اما آلارم سطح زیاد مایع مربوط به بلوداندرام فعال نشد. هیچ کدام از اپراتورها از فاجعه در حال وقوع درون واحد ایزومریزاسیون اطلاعی نداشتند. با سرریز شدن هیدروکربن قابل اشتعال از بلوداندرام اپراتورهای نزدیک در محل فواری از مایع را دیدند که از استک بالای درام فوران کرد و حجمی نزدیک معادل 1 تانکر حامل سوخت از بنزین داغ روی سطح زمین ریخت و شروع به تشکیل ابر بزرگی از بخارات قابل اشتعال کرد. ابر بخارات تنها در 90 ثانیه گسترش یافت و واحد و کانکس‌های اطراف را در بر گرفت. در حدود 7 متری بلوداندرام 2 کارگر در یک خودرو باری با موتور روشن نشسته بودند. با ورود بخارات به درون موتور خودرو شروع به سرعت کار کردن نمود. 2 کارگر فرار کرده و نتوانستند موتور ماشین را خاموش کنند. لحظاتی بعد شاهدان انفجار در اگزوز خودرو را دیدند که ابر بخارات را مشتعل نمود. انفجارهای قدرتمند محوطه را جارو کرد و موجب انفجار در محوطه واحد ایزومریزاسیون گسترش یافت که موجب تخریب گسترده و آتش سوزی‌های زیادی بود. کارکنان درون کانکس‌ها مستقیما در مسیر انفجار بودند. آتش برای ساعت‌ها به سوختن ادامه داد. 12 تن از 20 تن کارکنان حاضر در کانکس بزرگ کشته شده به علاوه 3 تن از کارکنان حاضر در کانکس دیگر و 180 نفر از کارکنان با سوختگی‌های شدید، شکستگی و دیگر جراحات جدی مجروح شدند. چوب و اسکلت فلزی کانکس‌ها به وسیله انفجار تکه تکه شدند. آتش نشانان تلاش کردند تا مجروحین را نجات داده و کشته شدگان را بیابند. 50 مخزن بزرگ آسیب دیدند و واحد ایزومریزاسیون برای مدت بیشتر از 2 سال از سرویس خارج شد. فاجعه شرکت بی پی در تگزاس جدی‌ترین حادثه پالایشگاهی است که تاکنون در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. ever investigated by the CSB.